اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 27 ادغام شمسیه. الان من از تجوید نو برای شما در سر میفهمم ان شاء الله. حرفهای زبان عربی به دو گروه جدا میشوند: حرفهای شمسی و حرفهای قمری. حرفهای شمسی این حرفها هستند: حرف تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون. اگر بعد از ال یعنی الف لام حرف از حروف شمسی آید ادغام شمسی میشود. میگوید که اگر بعد از همین ال حرفهای شمسی آید ادغام شمسی میشود، یعنی همون لام به همین حرفهای شمسی ادغام میشود، یعنی دخول میشود و لام خوانده نمیشود و همین حرفهای شمسی با تشدید خوانده میشود. مثال: التائبون، الثقلان، الدواب، الذاكرين، الرحمن، الزيتون، السماء، الشمس، الصادقون، الضالين، الطارق، الظالمين، الليل، النهار. یعنی امین لام به همین حرفای شمسی دخول می شود و چی؟ حرفای همین شمسی با تشدید خونده می شود. کنیم؟ نه، لام خونده نمی شود زیرا که در حرفای شمسی دخول می شود و حرفای شمسی با تشدید خونده می شود، یعنی از، ار، از، اس، اش. خب حرفهای قمری. حرفهای قمری اینها هستند: همزه، با، جیم، ح، خا، قین، غا، فا، قاف، کاف، میم، ها، واو، یا. اگر بعد از ال حرف از حروف قمری آید اظهار قمری می شود. میگوید که اگر بعد از همین ال حرفهای قمری آید آن وقت اظهار قمری می شود، یعنی امین لام خوانده می شود، یعنی اظهار کرده می شود. مثال: الارض، البلد، الجنه، الحج، الخالق، العلیم، الغنی، الفجر، القمر، الكتاب، الملك، الهدهد، الودود، اليوم. یعنی دیدین در وقتی که حرفای قمری بعد از حرف یعنی بعد از ال اومد آن وقت امین لام یعنی اظهار قمری می شود، یعنی خوانده می شود. اما در حرفای شمسی که بود ادغام شمسی می شود، یعنی همین لام در حرفای ادغام شمسی یعنی معذرت میخوام یعنی در حرفای شمسی دخول می شود آن وقت ادغام شمسی می شود. در اینجا ادغام شمسی، در اینجا اظهار قمری. انشالله امید دارم که درس را فهمیده باشید. جزاک الله خیر و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.